سلام. امروز درباره سواد و دانش صحبت میکنیم و درباره دانشجویان در دوشنبه که امسال باید هنگام تعطیل تابستانه به خانه نروند و برنامه‌های عیدانه 30 سالگی استقلال تاجیکستان را آماده کنند. رادیو آزادی درباره جلب دانشجویان به جشن‌های دولتی و یا مارشیروفکا گزارش داد و بحث زیادی درباره آن در وبسایت ما ادامه دارد. بعضی‌ها گفتند دانشجویان باید وطن دوست باشند و در جشن شرکت کنند، اما قسمت زیادی دیگر گفتند جلب دانشجویان به برنامه‌های عیدانه کاری درسته نیست. از شرح کاربر آغاز میکنیم که خود را در وبسایت رادیو آزادی حقوق معرفی کرده و گفته است جلب دانشجویان به راهپیمایی یا مارشیروفکا برخلاف قانون‌هایی است که تاجیکستان قبول کرده است. شرحش چنین است: شما با این مارشیروفکا حقوق دانشجویان را پایمال میکنید. یک بار قانون‌های قبول کرده تان را تحلیل کنید. این همه غیر قانونی است. اگر خواهید در مارشیروفکا شرکت کنند، شرطنامه کاری بندید و پولشان را پرداخت کنید. از این دیده به واروخ کمک رسانند خوب نیست. پول مارشیروفکا را به واروخ فرستید وطن و ملت دوست ها. گروه دیگری از کاربران گفتند رفتار مقامات و وزارت معارف آن را میماند که به جای آماده کردن متخصص هنرپیشه آماده کنند. شرح کاربری را از وبسایت رادیو آزادی میخوانیم که خود را محمد معرفی کرده است. من حیران کاری وزارت معارف میشوم. مگر دانشجویان از ناحیه‌های دوردست برای درس آموختن میآیند یا رقاصه شدن؟ این همه‌اش یک کاری بیهوده است. دیگر حکومتداران ما کار ندارند، میدانند که اقتصاد تاجیکستان به نال برابر شده است و جای فکر پیشبرد دولت را کردن رقاصگی کرده گشتند. ولی طرفداران جلب دانشجویان به تجلیل جشن‌های دولتی و به خصوص 30 سالگی استقلال تاجیکستان که روز 9 سپتامبر امسال تجلیل می شود کم نیست. این گروه کاربران گفتند سهم گذاشتن در جشن‌های دولتی نشانه وطن دوستی و میهن پرستی است و دانشجویان باید از این کارها کنند. از میان چنین شرح‌ها نوشته کاربری را می‌خوانیم که خود را آموزگار نامیده است. 30 سالگی جشن استقلال ملی کشوری عزیزمان را سالها انتظار بودیم. مگر این شرف نیست؟ دانشجویان گرامی، این لحظه های خوب غنیمتند. اشتراک کنید و ملت تاجیک را در عرصه جهانی معرفی کنیم. در طول این سال بیماری مردم خیلی دلتنگ شدند. باید جشن ملت را با تمام شهامتش تجلیل کنیم، بی‌طرف نباشیم. قسمت دیگری از کاربران وبسایت رادیو آزادی نوشتند که وزارت معارف تاجیکستان به جای فرستادن دانشجویان بر راهپیمایی و کنسرت‌های دولتی باید به دانش آنها بیشتر اهمیت بدهد تا اختصاصشان را دانند و کار کرده توانند. شرح کاربری را همراه می‌خوانیم که خود را تاجدار معرفی کرده است. معارف تا رفت رو به پستی آورده ایستاده است. نخود مسئولین نفهمند که اگر دانشجو 1 ساعت در درس اشتراک نکند چقدر عقب میماند، اما طلبگان ما 1 ماه در درس اشتراک نمی کنند. برای استقلالیت ایدی کدو ایدی اصل مشق می کنند. برای پیشوازی پیشوا 2 ماه پیش نه تنها مؤسسه های ساحه معارف بلکه تمام کارخانه ها از کار آزادند. قسمتی از کاربران پیشنهادهایی کردند که به گفته آنها میتواند هم به نفع دانشجویان باشد و هم به نفع دولت. یک از این پیشنهادها را از نام کاربری با نام وطن دوست انتخاب کردیم و آن هم چنین است: در جمهوری صدها انسامبل های دولتی و غیر دولتی عمل می کنند. هر یک از آنها یک صحنه پیشنهاد کنند. بزم 5 ساعته را میتوان برگزار کرد. مردم آمده اختیاری تماشا کنند. چه لازم؟ خراجات زیاد و معرکه‌های نالازم که به سیاست، اقتصاد کشور و آبروی آن آسیب میرساند. از این مبلغ‌ها میتوانیم مشکلات مهمتری را حل کنیم. شما هم اگر پیشنهادی دارید ساکت نباشید و ما بفرستید از طریق وبسایت ما که نشانش را البته میدانید و میتوانید ویدیو هم ثبت کنید و به شماره‌ای که میبینید بفرستید. واتساپ، وایبر و تلگرام و ایمو هم دارد. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.